یگان برادرای طبیب اگر باشن صحبت ما رو گوش میکرده باشن میگوییم که همین طبیب ها خوب میشد که آیدی ضررهای بازی های کامپیوتری و بازی های تلفن برای کودکان و نگاه کردن زیاد به تلفن هم برای عصب هم برای چشم هم برای معنویات کودک چی ضرر دارد از نگاه علمی طب خوب میشد که بیان میکرده در یگان نوارها علل خصوص برادرانی که کانال دارند طبیب ها و ما انشاءالله فرصت که شد آیدی ضررهای معنوی و دینیش بیان میکنیم فرزندای از تلفن و از کامپیوتر دور کنیتان بله استفاده علم استفاده موضوعهای مهم نوارهای مهم با وقتهای مخصوص گوش کنند در نظارت شما لیکن تلفنش در خانهش تنها نمانید که این بسیار ضررها و عاقبت‌های ناخوب دارد هم برای معنویاتش و هم برای صحتی سلامتیش و برای آیندهش